داره میره. خداوند دو تا کعبه ایجاد کرده، یک کعبه در بیرون و یکی کعبه در درون. اما کعبه‌ای که در بیرون از آب و گله، بانیش هم مخلوقی از مخلوقات خداونده، بندی از بندگان خداونده و اون در مکه هست. بانیش ابراهیم خلیله، مواد ساختمانیش آب و گله، خشته. طواف کنندش چه کسانی هستند؟ بازم مخلوقاتن، انسان ها هستن. ولی یک کعبه دیگه داره. این خواجه انصار تو تفسیر ادبی عرفانیش داره. عارفا خیلی وقتا یه حرفای عجیب و غریبی میزنن، الهاماتی دارن. دیگه اما کعبه دوم در درونه، اون دیگه از آب و گل نیست. اون کعبه درونی از جان و دله، موادش جان و دله، بانیش رب العزت والجلاله. الله بانی اون کعبه است و طواف کننده کعبه‌ای که از جان و دل کیه؟ اللهه. اللهی که بر دلهای ما و شما طواف میکنه. سوال اینجاست، این دلو که اهدا کرده به من و شما؟ الله. دل برای چیه؟ برای دوست داشتنه. اولین ذاتی که باید دوست بداریم چه کسی باید باشه؟ کسی که این دل رو اهدا کرده و در این دل دوست داشتن قرار داده، وگرنه یه تکی گوشتی بیش نیست. ببخشید اگر من این تکی گوشت زبانم رو در بیارم، این صدا از کجا داره میاد؟ این صوت از کجا داره میاد؟ سبحان الخالق. هنوز کسی جرأت نکرده بگه من خالق انسانم، من خالق کوهم، من خالق اقیانوس‌هام، من خالق آسمانم، من خالق اجرام آسمانیم، من خالق زمینم. فقط یک ذات جرأت داره که بگه، حق داره که بگه. همه فرمانروایان زمین با همه اقتدارشون هنوز جرأت نکردن. اگر این ادعا رو بکنن بهشون میخندن. مگر کسی غیر از ذات باری تعالی میتونه این ادعا بکنه، به خودش اجازه بده که من خالق کوهم، خالق انسانم، خالق دریام، خالق زمینم، خالق اجرام آسمانیم؟ الله. اگر الله این دلو داده و درش محبت و دوست داشتن قرار داده، اولین ذاتی که باید دوست بداری الله. مشکلت خودتو حل کن، یه الله با این دل دوست بدار، کل وجودت در بر میگیره. دنیا رو طوری دیگه میبینید، دیگه تو میشی بندی رب العالمین، تو جایگاهی ویژه پیدا میکنی. این کعبه از جان و دل و هواش داشته باشی. خداوند همیشه نگاه به دلهای ما و شما میکنه، نگاه به جیبها نمیکنه، نگاه به پست و مقام ها نمیکنه. برای رب العزت والجلال کرامت انسانی مطرحه، نه رنگ و پوست، نه جیب، نه پست و مقام. یه وقتی ابوذر غفاری از دهانش در رفت، به برادرش بلال گفت یا ابن السودا، ای سیاه زاده، ای کسی که مادرش سیاه پوسته. بلال شرمنده شد، سرش انداخت پایین. خدا رنگ منو سیاه کرده، رنگ پوست من خدا سیاه کرده. چه بسا رنگ پوست خیلی ها سفیده اما زیرش خیلی سیاست. چه بسا رنگ پوست ها خیلی ها سبزه است اما اگر بر خدا قسم بخورن، خدا قسمشون رو اجابت میکنه. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. ابوذر پشیمان شد، دست به دامان بلال شد. ای برادر بلال، منو ببخش، آرام نمیگیرم مگر این که روی زمین جلو همین جمعی که به تو توهین کردم بخوابم، پیشانیم به بالا باشه، تو با این نعلینت که روی خاک راه میری بکوبی تو صورت من. ابوذر به بلال میگه
ابوذر غفاریه، از قبیله غفاره. اون یک سیاه پوست حبشی است، غلامزاده بوده، برده بوده. اما بلال چه جوابی داد؟ گفت یا اباذر، ای برادر ابوذر، من کسی نیستم که با این نعلینی که روی خاک و نجاست راه میره بگذارم بر پیشانی که برای خدا سجده کرده. حالا توی اشتباهی کرده، یک چیزی از دهانت در رفت، بعدم عذرخواهی کرد. این دلها کینه توش نیست، حب انتقام توش نیست. دلهایی که حب انتقام توشونه و کینه در درونشونه هیچ موقع نمیتونن بزرگ بشن، رهبر بشن، مسئول بشن، مصلح بشن. اونا انسانهای خیلی کوچکن. انسانهایی دل بزرگ دارن که میتونن ببخشن، عفو بکنن، چشم‌پوشی بکنن. اینا دلشون بزرگه. نه که دنبال انتقامن، خیلی کوچکن، به جایی هم نمیرسن، آرام هم نمیگیرن.